برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. سلام بینندگان عزیز، امروز 4 ژانویه در برنامه این موضوع ها را خواهیم داشت. ثبت ایمنی در تاجیکستان نرخ تلفن های موبیلی را بالا برد. تاجران میگویند نمیخواهند بر ضرر خود کار کنند. خریداران شکایت دارند. وقتی که تلفن همون تاجری که تاجیکستان میدروه باید خودش راستموش کنه، ما نکنیم. باید مردی که برای نجات همسرش پاره جگرش را به او داد، گفت به خاطر عشق و فرزندانش این کار را کرد. زنم همین بچه‌ام نغز میبینیم، برای همین من دادم جگرم. و مقامات ایران، امریکا و اسرائیل را به بمبگذاری مرگبار در کرمان متهم کردند. امریکا ادعا را بی اساس نامید. در تاجیکستان نرخ فروش تلفن موبیل وابسته به نوع و ارزش آن تقریبا 15-20% گران شده است. تاجران میگویند میتوانند به خریداران تلفن را با نرخ قبلیش یعنی ارزانتر پیشنهاد کنند، اما به شرطی که مشتری پرداخت رسمیات گمرکی یا ایمنی را خودش به عهده گیرد. خریداران به این شرط راضی نیستند. علیشیر ظریفی و امیر سایف در این باره با تاجران و مشتریان صحبت کردند. تاجران میگویند بالا رفتن ارزش تلفن‌های موبیلی به ثبت ایمنی و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان میگویند اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت‌های بلند را کشند. وقتی که تلفن همون تاجری که تاجیکستان میدروه باید خودش راستموش کنه، ما نکنیم. باید این همون آدمی که واردات میکنه باید خودش ای تماج بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا بروره. چیه که مولا که ای گمرک نگذارونه چخیل در مو میفروشه. در چنین مکان‌ها نه همه تلفن‌ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمی‌دانند که چگونه تلفن‌های موبیلی بدون رسمیات وارد بازار شدند. آنها میگویند اگر هنگام فروش پرداخت‌های گمرکی را به نرخ تلفن علاوه نکنند زیان می‌بینند. مثلا 2000 سومون باشد 260 چند سومون 267 سومون همون نالاگش قطعی هم باجی گمرکیش همش قطعی خدمت رسانیش میشه. یعنی 2260 2270 سومون میشه. افزایش نرخ تلفن بعد قرار مقامات درباره قطع کاری تلفن‌های صورت گرفت که ایمنیشان ثبت نشده است. ایمنی ایدنتیفیکاتوری بین‌المللی تجهیزات موبیلی بوده از 15 رقم عبارت است. اگر آن ثبت نشود بعد 15 روز دیگر به جای زنگ زدن نمی‌توانید. برای ثبت باید مالیات و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر تلفن موبیلی 4000 سومانی ارزش دارد با علاوه پرداخت‌ها آن را 4600 سومانی می‌فروشند. هر یک تلفن هر خیلی همین تلفنی که ارزانه رسمش ارزان میشه، تلفنی که قیمت ترک رسمش قیمت میشه. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. قوچاق هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخوان که درآمدی کم بینن، این طرف این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود. تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمز ایمنی برای خط دولتی وارد شده است. بعد 1 اکتبر برای ثبت رسمی 15% مالیات، $10 برای باج گمرکی و 50 سومانی حق ثبت ایمنی میپردازد. قرار ثبت رقم ایمنی ماه مارس سال 2020 صادر و ثبت آن تابستان امسال حتمی شد. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلنشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می‌دانند. مردی که برای نجات جان همسرش راضی شد پاره جگرش را به وی دهد، این رفتارش را صداقت به مادر فرزندانش خوانده است. جراحی پیوند جگر از شوهر به زن در تاجیکستان توجه بسیاری ها را به خود جلب کرد. در جامعه که هر سری چند خبرها درباره بدرفتاری با زن و حتی قتل همسر با دست شوهر رسانه‌ای می شود، این عملی مردی را که پاره جگر را به همسرش داد دریغ نداشت بسیاری ها ستایش کردند. گزارش سرویناز روح الله و شهلای عبدالله در همین باره است. این مرد پس از تلاش‌های 20 سالش برای درمان بخشیدن به درد همسر تصمیم گرفت پاره از جگر خود را به زنش دهد. همسر او این همه سالها از بیماری جگر رنج می‌کشید. خودش میگوید به عملیات پیوند جگر برای آن راضی شد که همسرش را دوست می‌دارد و می‌خواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد. من خودم همین زنم همین بچه‌ام نغز می‌بینم، برای همین من دادم جگرم. نباشه دخترم مسئله
بچه‌ام هم خدا میتیم گفت من گفتم نه شما ساق سلامت گردان مایل. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر با همسرش 2 هفته پیش در یکی از بیمارستان‌های شهر دوشنبه انجام شده. طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی می‌کنند. این زمان دونوری ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا 1 روز بعد 2 روز بعد میان برای بیمارشون برای اویلشون دیدن. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره. بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خودشون اجرا میکنن. دونورا همین خد دونورای کشیدن یگان مشکلی ها ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان نیست. این زن و مرد میگویند از زندگی یک جویشون که 30 سال میگذرد 4 فرزند دارند. به نقل محمدی لالخانوف، او این همه سالها برای طبابت همسرش که از درد جگر رنج میکشید تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ طبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. من زورم نمیرسه گفته محل رئیسم با گفتم هم خیر. بعد ویا گفت که مایلش شما همش نخوردون. گفت همش جمع کرده خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده رفت. همسری محمدی که سالها باز بیماری بستری بود حال خود را خوب احساس میکند. سلامتی هم ساز، خدا به شکر. جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم نغز هستند. 25 سال کسل بودم. درد میکرد. عصب خراب شده بود. حاضر خداگاه شکر. ساز من شیرگه دخترلر ساز. این مرد میگوید با این رفتارش به درد همسرش درمان بخشید و سوی دیگر میخواهد محبت و احترام انسانی را در قلب‌های فرزندان و نبیره‌ها هم جای کند. ما با ازبکو میگه که یکم بختت گله دویم بختت آوای میگه. برای همین من همین یکم بختم قطع شوام گفتم هم کردم. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مردسالار تاجیکستان کم سابقه است. رفتار این مرد را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده به او چون مردی وفادار تحسین خواندند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردان با همسرانشان و حتی کشتار زنان از دست شوهران رسانه‌ای می شود. برخی هم میگن نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به همسری بیمارشان تلاش میکنند. خیلی کاری وزنی است که هر کی کار کردن نمیتونه. ولی خودی طبیبان میگویند تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش موردی کم سابقه است. رو می‌آوریم به موضوعهای بین المللی. دو ترکیش در شهر کرمان که سبب مرگ 10 نفر شد موج محکومیت‌های جهانی را به دنبال داشت. حکومت ایران روز 4 ژانویه را به یاد قربانیان این حادثه روز ماتم اعلام کردند. یاوری رئیس جمهور ایران در این انفجارها اسرائیل و آمریکا را عیبدار کرده است، هرچند ایالات متحده اعلام کرد که در این کار دست ندارد. در همین حال زیر تاثیر خبرها مربوط به این حادثه نرخ نفت در جهان بالا رفت. کیومر سیاتو تفصیلاتی بیشتر دارد. با اطلاع مقامات رسمی در 2 ترکیش در شهر کرمان در جنوب شرق ایران 84 کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. ترکیش هنگام یادبود قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس رخ داد و از سال 2020 در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی کشته شد. روز بعد از حادثه کرمان مقامات ایران حمله را کار دست تروریستان خواندند و انگشت اشاره را به سوی آمریکا و اسرائیل دراز کردند. آمریکا ادعا را بی اساس نامید. از ترکش‌های پی هم در مراسم یادبود در آرامگاهی که قاسم سلیمانی آنجا دفن کرده شده است تلویزیون دولتی ایران خبر داد. یک منصبدار ایرانی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که ابزارهای ترکنده در کنار راه به آرامگاه شهیدان کرمان را تروریستان از دور به حرکت درآوردند.
یگان گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. در نوارهایی که رسانه‌های ایرانی نشر کردند دیده می شود که در اطراف محل حادثه ده‌ها جسد خوابیدند. بعضی از راهگذران تلاش دارند که به آسیب دیدگان کمک رسانند. دیگران از محل ترکش می گریزند. قتل سلیمانی و حمله جوابی تهران به دو پایگاه نظامی در عراق که در آنجا سربازان امریکایی قرار داشتند در سال 2020 ایالات متحده و ایران را به یک جنگ روبرو نزدیک کرد. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. وی عملیات مخفی را در کشورهای خارجی رهبری میکرد و یک چهره کلیدی در معرکه بیرون کردن نیروهای امریکایی از خاورمیانه بود. اخباری آزادی رو با گزارش از ولایت ختلان تاجیکستان ادامه می‌دهیم. به 4 عائله که در صدمه مرگبار ماه اوگوست سال 2023 در کلوب خانه‌هایشان را از دست داده بودند، روز 4 ینور منزلی نو دادند. مقامات ختلان در اعلامیه گفتند که 4 خانه را حکومت ولایت، شهردار کلوب، مسجدها و حزب حاکم خلقی دموکراتی ساختند. چند روز پیش همکار ما محمود جان رحمتزاده به سراغ آسیب دیدگان رفته بود که برای کوچیدن به خانه‌های نو آمادگی داشتند. ساختمان خانه‌های قربانیان صدمه مرگبار در کلوب در حال انجام است. کارگران گفتند که 90% کارهای تعمیراتی انجام شده است. برنامه‌ریزی شده است که 4 برادر در سال 2024 در این خانه‌ها زندگی را آغاز کنند. با گفته خانواده یاروف‌ها آنها از بازسازی خانه‌هایشان راضی هستند. پیش از سال نو وعده دادند که میسپاریم خانه را. مقامات جمهوری تاجیکستان خیلی با ما کمک کرد. مثلا یک خانه را ایسر نو کردند. تمام تجهیزاتش قطعی یاری دستگیری کردند. حالا خانواده یاروف‌ها در بقیه خانه‌های ویرانه به سر میبرند. خانه‌های نوساخت 100 متر از محل صدمه قرار دارند. با پرره انجام شدن ساختمان قرار است از این مکان صدموی به خانه نو منتقل شوند. در حکومت محلی وعده داده بودند که ساخت و ساز تا زمستان به پایان خواهد رسید. هر یکی از مقامات برای ساختن این 4 خانه مسئول هستند. امام خطیبان مسجدها موظف شده بودند تا یک خانه را بنیاد کنند. حالا 2 خانه توسط حکومت کلوب ساخته می شود و 1 خانه توسط حکومت ولایت. هر خانه باید با همراه تجهیزات و لوازمات ضروری تأمین شود. در پشت من 4 در خانه با آشخانه و حمامش که همش در درونش با شرایط‌هایش مهیا شده و ساخته شده است، اکنون در عرفه انجام یابی قرار دارد. در صدمه روز 6 اوگوست بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. مقامات گفتند ترمزی ماشین بارکش از کار مانده دولن با سرعت ماشین‌های سمت مقابل را پخش و 2 خانه را تخریب کرد. این خانه در پهلوی شاهراه قرار داشته و در آن برادران یاروف‌ها زندگی می‌کردند. حکومت پس از صدمه تصمیم گرفت با عائله یاروف‌ها خانه بنیاد کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. یک زاده تاجیکستان را که در اوکراین ناپدید شده است نزدیکانش جستجو دارند. شریف جان نظاموفی 28 ساله شهروند روسیه بوده. ماه نوامبر سال گذشته به جنگ رفته است. با گفته یکی از پیوندان، شریف جان سال 2014 در صف قوه‌های مسلح روسیه خدمت کرده بود و در آغاز سفربری به جنگ دعوت شد. اما اون زمان او نرفت و بعد فشار مقامات روسیه ماه نوامبر نزدیکانش او را ناچار از شهر قزان تاتارستان به جنگ گسیل کردند. آخرین بار تقریبا 1 ماه پیش با نزدیکانش تماس داشته است. بنا به یک فرضیه وی در صف پیش جنگ قرار داشته هنگام عملیات در اوکراین واحد نظامی که جوان تاجیک هم در آن بوده است ناپدید شده است. در 1 سال اخیر نام 10 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه بر ضد اوکراین رسانه‌ای شد. برنامه را به پایان میبریم. از شما منت داریم که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز شاهد حادثه شدید لطفاً با ما تماس بگیرید. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.